سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به ویدیو. امیدوارم از تو مرجع هستین جور و خوب صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از احمد ظاهر عزیز میباشه که این ویدیو به انتخاب یکی از دوست ما آماده میشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو از تمام شما ناظرین سپاسگزاری میکنم که کانال شما سپورت میکنین. کامنت های زیبایتان بسیار انرژی بخش است. اینکه شما ویدیوها رو لایک میکنین باعث از این میشه که زیاد دوستای ما ویدیوها رو در دسترس داشته باشن و همچنین یک تشکری بسیار خاص دارم از دوستای ما که ممبرشیپ خریدن و یک تشکری خاص جدا دارم از دوستای ما که درس‌های آنلاین از من میگیرن و به این طریق هم خود کمک میکنن، رشد میتن در قسمت موسیقی و یادگیری موسیقی و همچنان این کانال سپورت میکنن، یعنی مادی سپورت میکنن. میریم دوستای عزیز آهنگ شروع میکنیم. این چه عشقی است که در دل دارم، من از این عشق چی حاصل دارم. دوستای عزیز، در مورد شعر و کمپوزش ما معلومات ندارم. لطفا شما اگر چیزی میفهمین در زیر ویدیوها ایره پست کنین. این آهنگ ما میخوایم که از سی بخونم، در سی میجر اسکیل رو میخوانیم، یعنی در این آهنگ هیچ نوت فلت و یا کامل استفاده نشده، تمامش نوت‌های طبیعی و یا نوت‌های شد هستند که در موسیقی کلاسیک ایندی مربوط تات بلاول میشه. دوستای عزیز، خب من حالا یک بار اسکیل نشان میدم بر شما. اگر ما از سی بخونیم، سی میجر اسکیل، سا ری گا ما پا دا نی سا نی دا پا ما گا ری سا، این چی عشق است که بر دل دارم، من از این عشق چه حاصل دارم. آهنگ از می سی میجر کورد شروع میشه و آهنگ از پا شروع میشه. دوستای عزیز، این چی عشق است که بر دل دارم. شما دیدین دوستای عزیز که دا و پای ماندر سبتک همچنان استفاده شده و ما ایره از سی میخوانم که چی خوبتر است که کمی بالاتر میگرفتیم، اما ما از سی میخوانم برای که اکثرا از نگاه دید سی میجر اسکیل آسانتر است برای نوآموزان، زودتر میتونن یاد بگیرن. ما کسی که باز این دو تا نوت برایش بسیار پایین بود میتونه که کم اسکیل بلند کنه. خب مال امروز یک انگشت مینوازم، کورد اینو متر میگیریم. این چی عشق که بر دل دارم، من از این عشق چه حاصل دارم. ملودی آهنگ از ده شروع میشه. دوستای عزیز، امرا یک انگشت آهنگ دوباره دمی سی میجر کورد استارت میشه. انتری آهنگ از اینمی کورد است، اما سکند انورژن است، یعنی که دو تا نوت این ساوگه رفته در های اکتف اینطور. شما میتونین از اینجا بخوانین ولی از اینجا فکر میکنم آسانتر میشه. و هر قسمی که دستای شما آماده بود و آسان بود امی رقم بکنین. و آهنگ انتری آهنگ از سا شروع میشه ولی از آی اکتف. دیدمت وای چه دیداری وای، این چه دیدار دل آزاری بود، بیگمان برده ای از یاد مرا که مرا با تو سر و کاری بود. حالا من را یک انگشتی می نوازم. دیدمت وای چو دیداری وای، این چی دیدار
از یاد مرا که مرا با تو سرا کار بود. دوستای عزیز تمام آهنگ امی بود. لطفاً وقتی کامنت میگذارین موقعیت خود همچنان برای ما پست کنین که من میخوایم بفهمم که شما این ویدیوها را، یعنی دوستای ما از کدام نقاط دنیا میبینن. بسیار خوشحال میشم دوستای عزیز اگر شما این ویدیوها را در مجموع شیر کنین با دیگر دوستایتان. لطفاً می کانال با دیگر دوستایتان معرفی بکنین تا که دیگران بتونن از این ویدیوها استفاده بکنن. ریتم از این آهنگ 4/4 تایم سیگنیچر از دوستای عزیز میریم و در گده ما را تمرین میکنیم. این چی عشق است تو که بر دل دارم، من از این عشق چه حاصل دارم. می گریزی ز منو در طلبت، باز هم کوشش باطل دارم. می گریزی ز منو در طلبت، باز هم کوشش باطل دارم. دیدمت وای چه دیداره وای، دیدمت وای چه دیداره وای. این چه دیدار دل آزاره بود، بگمان از یاد مرا که مرا با تو سرا کار بود. این چی عشق است تو که بر دل دارم، من از این عشق چه حاصل دارم. می گریزی ز منو در طلبت، باز هم کوشش باطل